به نام خدا خدمت شما عزیزان بیننده علاقمندان به ورزش فوتبال عرض سلام و ادب و احترام دارم. از ورزشگاه نقش جهان اصفهان با تلاش سایر همکاران خوبم در سیمای مرکز اصفهان در خدمت شما خواهیم بود با 59مین شهرآورد دیار نصف جهان، مصاف سبز پوشان ذوب‌آهن در مقابل طلایی پوشان فولاد مبارکه سپاهان در ورزشگاه بزرگ نقش جهان و به میزبانی سپاهان. دیداری از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، مسابقه که در اول هفته برگزار شده در یک هوای ابری و مطبوع و چیزی حدود 5-6 هزار تماشاگر که البته داره رفته رفته بر تعداد اونها هم افزوده میشه از نزدیک نظاره‌گر این مسابقه هستند. چمن یک دست و هموار نقش جهان، ضمن که عبدالله ویسی رو ملاحظه می‌فرمایید که به هر حال در اولین شهرآورد خودش در بازی رفت موفق نبود و بازی رو 2-0 به تیم ذوب‌آهن باخت در اون مسابقه‌ای که مرتضی تبریزی 2 گل برای ذوب‌آهنی‌ها به ثمر رسوند. سپاهان و ذوب‌آهن در هفته‌ای در مقابل هم قرار گرفتن. این هم مجتبی حسینی که اولین داربی رو به عنوان سرمربی برد از تیم سپاهان، اما چند هفته‌ای هست که تیمش خیلی اوضاع احوال خوبی نداره مثل سپاهان و هواداران دو تیم امیدوار هستند فارغ از اتفاقاتی که برای این دو تیم در هفته‌های گذشته رخ داده در این بازی نشون بدن که همون تیم‌های با صلابت و هجومی هفته‌های آغازین رقابت لیگ برتر هستند. آقای تورج حقوردی با کمک آقایان حسین طالقانی و فرهاد مروجی قضاوت این مسابقه رو بر عهده دارند. گروه داوری مسابقه این هم رشید مظاهری که قبل از شروع بازی به شدت تشویق شد از سوی هواداران ذوب‌آهن به خاطر حضور خوبی که در تیم ذوب‌آهن داشته در یکی دو فصل اخیر و امینی جوان که در این سمت داره شهرآورد حساس 59م رو در درون دروازه سپاهان تجربه میکنه. همه چیز آماده برگزاری بازی هست. امیدوار هستیم فارغ از هر گونه نتیجه که این دو تیم در این مسابقه انجام میدن و نتیجه که به دست میارن ارائه‌گر بازی جوان مردانه زیبا و جذابی باشن، هم بینندگان عزیزی که از نزدیک نظاره‌گر این مسابقه هستن و هم بینندگان پرتعداد تلویزیونی از شهرآورد 59 دو تیم لذت کافی رو ببرن. آقای تورج حقوردی که قضاوت حساسی به او در این مسابقه سپرده شده. رشید مظاهری جزء دروازه‌بان‌های منتخب لیگ قهرمانان آسیا هم اسمش هست. برای او آرزوی موفقیت میکنیم و تیم ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا و سپاهان هم امیدوار هستیم که در لیگ برتر بتونه به روزهای پرفروغ و پر افتخار خودش برگرده. هر تیمی که در این مسابقه از لحاظ روحی و روانی در شرط بهتری باشه و این تیم از لحاظ روانشناسی ریکاوری شده باشه میتونه شهرآورد رو بهتر برگزار بکنه. لباس خودش رو تعویض میکنه. رشید مظاهری 11 سیو خوب رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا داشته و امیدوار هست که با درخشش او حالا ذوب‌آهن بتونه به مرحله بعدی رقابت‌های آسیایی هم راه پیدا بکنه. بازیکنان دو تیم در حال گرم کردن هستن. هنوز بازی آغاز نشده. مرتضی تبریزی زننده هر دو گل تیم ذوب‌آهن در بازی و این هم هواداران علاقمند به تیم ذوب‌آهن هستند که روبروی جایگاه هواداران سپاهان نشستن و تیم خودشون رو تشویق میکنن. واقعا باید تحسین گفت این هواداران رو در شرایطی که چند هفته از هر دو تیم خوب نتیجه نگرفتن اما پشت تیمشون واقعا ایستادن و اومدن و تیمشون رو تشویق میکنن، کاری که امیدوار هستیم در پایان با نتایج در خور شأن دو تیم به پایان برسه در رقابت‌های لیگ برتر و به خصوص ذوب‌آهنی که در رقابت‌های آسیایی هم نماینده کشورمان است. همه نگاه‌ها معطوف به رشید مظاهری. لباس خودش رو عوض میکنه با چهره خندان و باید ببینیم که جدال دو دروازه‌بان به کجا خواهد انجامید. مظاهری که یه دروازه‌بان ملی پوش و با تجربه است و اون سمت امینی جوان و جویای نام و پر از انگیزه.
هنوز سوت آغاز بازی به صدا در نیومده. با چند دقیقه تأخیر حالا تا ثانیه‌های دیگر آقای تورج حقوردی جدال 59 رو با سوت خودش به صدا در میاره. حالا این اتفاق رخ میده و زردپوشان فولاد مبارکه سپاهان در زمین خودشون آغاز کننده بازی هستند. سپاهان در این مسابقه 4-5 بازیکن خوب خودش رو در اختیار نداره. احسان حاج‌صفی و یه فرصت خوب، احسان حاج‌صفی و مهرداد محمدی رو به خاطر محرومیت در اختیار نداره. اون سمت طالب ریکانی هم به همراه لی اولیویرا به خاطر مصدومیت و زوباهن هم کماکان از غیبت محمد رضا عباسی بازیکن جوان خودش بی بهره است. قاسم حدادی فر هم بعد از مدت‌ها برگشته. من خدمتتون عرض بکنم که در تیم سبزپوش زوباهن رشید مزاری در درون دروازه است، محمد نژاد مهدی مهدیپور، قاسم حدادی فر، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، علی حمام، حجت حقوردی، مهران درخشان مر، جری ریکاردو و مهدی رجبزاده 11 بازیکن گلچین آقای مجتبی حسینی هستن. اینم لحظه است که به اشتباه یه لحظه تو میرفت نصیب حسنزاده مهاجم سپاهانی بشه که انگیزه های زیادی در این مسابقه داره، برها در مقابل تیم سابق خودش قرار گرفته. در تیم فولاد مبارکه سپاهان امینی در درون دروازه، شجاع خلیلزاده، موسی کولیبالی، پاپی، رسول نویدکیا، مسعود حسنزاده، جلال علی محمدی، مهدی امینی، حامد بهیرایی، رضا میرزایی، سرور جبارو و جلال عبدی بازی خواهند کرد. بازیکنانی که آقای عبدالله ویسی، کریم قنبری، مجید بصیرت و کادر فنی سپاهانی ها برای مسابقه انتخاب کردند. توپ در اختیار بازیکنان زوباهن هست. شجاع خلیلزاده ضربه سر رو در قلب خط دفاعی میزنه. 3 امتیاز برای هر دو تیم حائز اهمیت هست. زوباهن برای جا نماندن از کورس قهرمانی به 3 امتیاز نیاز داره و سپاهان برای فاصله گرفتن خودش از میانه ها و کمرکش جدول. وضعیت کار ببینیم به چه صورت خواهد بود. هر دو تیم در هفته‌های گذشته انصافا بازی‌های خوبی کردن اما در نتیجه گیری موفق نبودن. حالا مجبورن در این مسابقه رقیب دیرینه خودشون رو قربانی بکنن و 3 امتیاز رو بگیرن. شاید مساوی خیلی به درد این دو تیم نخوره در این شهرآورد. پاپی رو در اختیار گرفته. با حوصله بازیکنان سپاهان این دقایق رو دارن میدانداری میکنن. توپ در اختیار زوباهنی ها خواهد بود. پاس رو به جلو برای تبریزی، دفع پاپی که این بار در سمت چپ خط دفاعی سپاهان در غیاب احسان حاج‌صفی قرار گرفته. جلال عبدی حرکت خوب رو آغاز کرده. دفاع راست جوان سپاهانی ها و پرتاب به سود تیم میزبان هست. این لحظه ای هست که ببینید جری ریکاردو مانع از پیشروی مدافع راست سپاهانی ها میشه. پاپی در این سمت درخواست توپ میکنه، برای حسنزاده توپ رو میفرسته. حالا باید ببینیم که آیا قاسم حدادی فری که در مرکز خط میانی زوباهن قرار گرفته، اون قاسم سرحال و آماده هست یا نه. در چند مسابقه آقای مجتبی حسینی دقایقی به اون میدون داد و حالا در این مسابقه اومده از تجربه قاسم در میان زمین استفاده بکنه. در خط دفاعی زوباهنی‌ها توپو در اختیار دارن. زوباهنی که برای اولین بار در این فصل داره در ورزشگاه نقش جهان بازی میکنه. قاسم حدادی فر توپو در اختیار داره برای جری ریکاردو. یه بازیکن مزاحم او هست. دو بازیکن از دو سمت از راه میرسن، توپو رو میگیرن. باز هم دخالت بازیکنان در 1/3 میانی و خطا این بار به سود زوباهن. مهدی رجبزاده رو میبینید واقعا خیلی آماده هست علیرغم این سن و سال. اینم لحظه است که در درگیری با جلال علی محمدی جوان خطا به سود زوباهنی ها اعلام شد. پرسپولیس در صدر جدول قرار گرفته. سپاهانی که در بازی قبلی خودش بازی خوبی در مقابل این تیم انجام داد اما بازی رو واگذار کرد. زوباهن هم در شرایطی که میتونست یه مساوی
بگیره از رقیب عربستانی خودش. علیرغم بازی خوب و سزاوارانه که انجام داد بازی رو باخت، اما همچنان این تیم جوان امیدوار به ادامه راه هست. بازم زوباهنیا بیشتر درگیری ها در میانه زمین است. رسول نویدکیا در راه رفتن. این آقای عبدالله ویسی است که آقای اخوان به عنوان سرپرست در کنار اون نشسته. شاید شکست دادن زوباهن در این ورزشگاه برای عبدالله ویسی بتونه خیلی از اهمیت باشه و به نوعی آشتی هواداران سپاهان و او زوباهن هم در این سمت سخت به سه امتیاز این مسابقه نیاز داره. هواداران علاقمند به تیم سپاهان رو می‌بینی، واقعا عرض کردم یک روز غیر تعطیل هواداران دو تیم اومدن، کارم ندارن که نتایجشون چگونه بوده، تیمشون رو دارن تشویق میکنن. جلال علی محمدی بازی رو باز میکنه در اون سمت، جایی که حالا جلال عبدی حرکت رو آغاز کرده. خود عبدی اشاره میکنه تیمش و بازیکنانش جلو بیان. رسول نویدکیا، پاپی در این سمت فضای خوبی داره، جناح بازی رو عوض میکنه، نمیرسه به پاپی. یه بازیکن کوتاه قامت اما تکنیکی رو در دفاع چپ قرار داده آقای عبدالله ویسی. سپاهانی‌ها کماکان دارن کار رو دنبال میکنن. بهیرایی، شجاع خلیلزاده، موسی کولیبالی پرس رو از همون دفاع تیم حریف زوباهنیا آغاز میکنن. بازی کاملا آرام دنبال میشه، دو تیم بیگدار با آب نمیزنن، حساس است و شهرآورد شرایط خاص خودش رو داره. پشت محوطه جریمه یه ضربه از راه دور و دیرک دروازه رو مسعود حسنزاده به لرزه در میاره. چند پاسکاری خوب و متعدد توپ به حسنزاده رسید، به شدت دروازه رشید مزاری تهدید شد. پاس عالی سرور جباروف، اینم ضربه ناگهانی حسنزاده روی زمین قلتان میرفت در درون دروازه قرار بگیره. علیرغم خیس بلند رشید مظاهری توپ به دیرک دروازه میخوره. جدیترین موقعیت بازی در دقیقه 7 روی دروازه زوباهن خلق میشه. حقوردی، یه پاس بلند برای رجب زاده. کولیبالی خیلی راحت یه کورنر میده به تیم زوباهن و امینی که در درون دروازه داره صحبت میکنه. ببینید از این ضربه کورنر چه استفاده رو خواهند برد. یه رجب زاده رو میبینید، مهدی پور میره تا ضربه کورنر رو روی دروازه ارسال بکنه. ارسال انجام میشه، از همه عبور میکنه. حالا در این سمت میتونه یه ضد حمله برای سپاهان و رسول نویدکیا شکل بگیره. خود رسول کماکان پیشروی میکنه، میاد درون زمین تیم زوباهن. یه پاس در موقعیت هست، آفساید هم نیست. چه موقعیت عالی ساخته و پرداخته میشه توی دروازه. سپاهان حساب کار رو 1-0 میکنه و سرور جباروف هافبک ازبکستانی سپاهان اولین گل خودش رو در یک شهرآورد حساس میزنه. 1-0 برای سپاهان. خیلی زود سپاهان میزبان به گل میرسه. ببینیم در تصویر چه اتفاقی رخ داد و مجتبی حسینی که فکرشو نمیکنه اینقدر زود دروازه تیمش باز بشه. پیشروی رسول نویدکیا با تجربه رو ببینید، پاس در عمق او ساخته و پرداخته کرد توپ رو و اینجا سرور جباروف دروازه رو باز کرد. میکنم پاس رو حامد بهیرایی داد و جباروف حالا حساب کار رو در ورزشگاه نقش جهان 1-0 میکنه و با این پشتک نیمواروهای قشنگ نشون میده که بدنش کاملا آماده هست. ببینیم واکنش زوباهن به این گل
چگونه خواهد بود؟ مطمئن باشید که بازی قشنگتر خواهد شد. ذوباهن در مکان 4م جدول هست و نمیخواد که از این مسابقه امتیاز نگیره. علی محمدی، حرکت آغاز شده است. جباروف یه چرخش قشنگ، خوب جا افتاده در ترکیب تیم سپاهان. حسنزاده بازی رو باز میکنه در اون سمت، جایی که جلال عبدی هست. اگر خوشحالی عبدالله ویسی بعد از گل رو هم داشتیم، مشخص میشه که چقدر بابت این گل خوشحال هست. یه گل در دقایق ابتدایی، اون هم در شهرآورد. پاپی یه پاس خوب پشت محوطه جریمه، موقعیت هست. بازی دنبال میشه، ذوباهنی‌ها توپو میگیرن، میتونن یه ضد حمله رو ترتیب بدن. پهلوان حرکت رو آغاز کرده، خود پهلوان داره جلو میاد، سری بازیکنان سپاهان برمیگردن برای جری بنکسون. درگیر هست اونجا شجاع خلیلزاده و پرتاب به سود ذوباهن شکل میگیره. حالا حتما در طول بازی گل این بازی رو هم مرور خواهیم کرد. در دو زاویه متفاوت دو سرمربی رو میبینید، عبدالله ویسی و مجتبی حسینی، دو مربی کاملا جوان و با سبک‌های متفاوت. رشید مظاهری توپو میگیره. مدافعین میانی ذوباهن روی جای خودشون نبودن، توپ فرستاده شد به 6 قدم و سرور جباروف با تجربه حساب کار رو 1-0 کرد. 12 دقیقه حساب کار 1-0 برای سپاهان. از این زاویه ملاحظه میکنی یه لحظه حسنزاده تعادلش به هم خورد. در 31 بازی گذشته که دو تیم در لیگ برتر با هم بازی کرده بودن، سپاهان 13 بار برده بود، ذوباهن 10 بار و 8 بار هم بازیشون مساوی شده بود. عبدالله ویسی نفسی به راحتی میکشه. آقای مجتبی حسینی که حالا شاید داره به این فکر میکنه که چقدر راحت تیمش در این هفته ها داره گل میخوره. البته انصافا حرکت بازیکنان سپاهان حرکت تیمی قشنگی بود، اما خیلی راحت دفاع این تیم باز شد. یه حرکت دیگه از اون سمت برای بازیکنان ذوباهن. پهلوان، شجاع خلیلزاده با او درگیر هست، ترجیح میده رو به عقب کار بکنه. درگیری و دوندگی برای تصاحب توپ. غیبت 4-5 بازیکن سپاهان فعلا خیلی تاثیرگذار نبوده و سپاهان خوب بازی رو شروع کرده. رشید مظاهری آغاز کننده بازی هست. ذوباهنی که تونسته بود با یه بازی خیلی خوب العین نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا رو در خانه متوقف بکنه. علی حمام، مهدی پور. سپاهان کاملا آشناتر هست به وضعیت زمین نقش جهان. البته استراحت بازیکنان سپاهان یه مقداری بیشتر بوده نسبت به ذوباهنی‌هایی که دو بازی سنگین خارج از خونه رو انجام دادن. کرنر برای ذوباهنی‌ها. علی حمام مدافع پیشتاخته ذوبی‌ها. امینی در درون دروازه صحبت میکنه. شجاع خلیلزاده مدافع بلند قامت و سرزن سپاهانی‌ها به شکل پاس. حالا برای رجبزاده با تجربه میتونه سانت کنه. دوباره کرنر تو به کاپیتان پاپی میخوره. 15 دقیقه حساب کار با گل سرور جباروف برای سپاهان. رجبزاده میره تا ضربه کرنر رو بفرستیم. با پرتعدادتر جلو کشیدن ذوباهنی‌ها. یرسال توپ دور میشه پشت محوطه جریمه. دوباره حرکت و رسول نویدکیو آغاز کرده. یه ضد حمله دیگه برای سپاهان در راه برمیگردن سبزپوشان ذوباهن در راه رفتن. این بار خطا اعلام میشه. خب خطای هند رو گرفت به سود سپاهان.
این لحظه ای هست که ببینید در تصویر آهسته حرکت میرفت به وسیله رضا میرزایی انجام بشه. البته فکر میکنم پاس گل رو هم رضا میرزایی داد، حالا از اون زاویه خیلی مشخص نبود، اما روی نفوذ رو به جلوی رضا میرزایی پاسی که نوید کیا به او داده بود سازندگی کرد و جباروف گل رو به ثمر رساند. رشید مظاهری آغاز کننده بازی هست. دروازه‌بان بی‌نوسانی بوده در این فصل برای تیم ذوب‌آهن. توپ رو برمیگردونن در خط دفاعی. ضربه سر از قاسم حدادی فر. ببینیم مرتضی تبریزی که هفته ها نتونسته گل بزنه میتونه مثل بازی رفت خیال این مربی یعنی مجتبی حسینی راحت کنه و گل بزنه یا نه. خیلی جلو میکشن بازیکنان ذوب‌آهن. فضای پشت مدافعین کاملا خالی هست. خطا به سود ذوب‌آهن. حسن‌زاده روی زمین. عرض کردم شرایط بازی‌های شهرآورد کاملا متفاوته. این لحظه ای هست که خطا اتفاق افتاد به روی حدادی فر. از این زاویه هم ببینید. تشکر از همکاران خوبم که صحنه‌های مهم بازی رو به تصویر میکشن. واقعا ورزشگاه نقش جهان شرایط بسیار عالی پیدا کرده. خسته نباشید به همه کسانی که واقعا این ورزشگاه رو آماده کردن. البته یکی دو مورد نواقص جزئی هم داره که امیدوار هستیم این نواقص هم تا همین اوایل سال 96 دیگه برطرف بشه. کریم قنبری اونجا داره با عبدالله ویسی صحبت میکنه و مجتبی حسینی فقط همونجور ایستاده داره کار دنبال میکنه. این کدنشینان سپاهان رو در تصویر میبینید و خوشحالی اونها از بابت گل زود هنگامی که اونها به ثمر رسوندن. بهترین گلزن شهرآور مهدی رجب‌زاده است که 5 گله هست. برای تیم ذوب‌آهن محرم نویدکیا و ادمون بزیک 4 گله هم که دیگه نیستن. محرم در همون بازی رفت به شکل عجیبی خداحافظی کرد. نیمکت نشینان جوان ذوب‌آهن رو میبینید مثل وحید محمدزاده، سید محمد حسینی، ربیع عطایا، حمید عرفانی، دانیال اسماعیلی فر، محمد ستاری و یاسر فیضی. این فرید بهزاده کریمی است که میتونه نیمه دوم رو به بازی بیاره. آقای ویسی یه ضربه از راه دور و کرنر. حالا دیگه حمله های ذوب‌آهن و فشار حملاتش بیشتر هم خواهد شد و ضد حمله هایی که سپاهان از پشت فضای مدافعین ذوب‌آهن میتونه استفاده بکنه. مهدی پور میره تا ضربه کرنر رو بفرسته. بلند ارسال میکنه توپ رو. یه لحظه امینی روی توپ اثر میگذاره. موقعیت برای ضد حمله سپاهان در راه. رسول نویدکیا خوب و مسلط داره بازی میکنه در این دقایق. میزنه به عرض. پاسش خوب نیست اما خطا قبل از او به روی اتفاق افتاده. آقای حقوردی نزدیک به تمامی صحنه ها. رسول نویدکیا ببینید در این صحنه تغییر مسیر داده. از پشت مهدی رجب‌زاده او رو شارژ کرد. بازی دنبال میشه. جباروف این بار نویدکیا توپ از دست میده. قاسم حدادی فر توپو گرفت. تبریزی توپ به رجب‌زاده نمیرسه. پاپی خود پاپی در راه رفتن. دخالت او بی حاصل هست. دوندگی بازیکنان سپاهان به خصوص در میانه زمین بیشتر بوده. در خط دفاعی حقوردی ذوب‌آهنی‌ها در این دقایق ترجیح میدن میدانداری بکنن. جناح بازی عوض میشه. در این صحنه برای علی حمام یه خطای سفت و سخت رو اونجا پاپی انجام میده. ببینید واکنش آقای حقوردی چه هست. کاپیتان پاپی و صحبت‌های عبدالله ویسی و کارت زردی که مدافع با تجربه
سپاهانی‌ها میگیره. ببینید اینجا زد دو پای علی حمام رو، یه کنترل خوب، توپ رو از روی پاپی عبور داد و بدین شکل نقشه بر زمین شد. این هم لحظه هست که امینی جوان توپ رو مشت کرد. ضربه شور مجدد دیگری برای ذوباهنی‌ها در راه هست. مهدی پور توپو ارسال میکنه، بار خیلی بلند هست، به بعد از تیر دو موقعیت ساخت و پرداخته. دوباره سپاهانی‌ها میخوان ضد حمله رو انجام بدن. میرزایی حرکت رو آغاز کرده، سرعت خوبی داره این میرزایی جوان، اما این بار دیگه اجازه کار به اون نمیدن. مهران درخشانمل که دیگه کاملا ترجیح داده شده به مهرداد قنبری در سمت چپ خط دفاعی ذوباهن. نیمکت تیمش هم نیست در این مسابقه. قنبری یکی دو فصل رو خیلی خوب بازی کرده بود در ترکیب ذوباهن. پرتاب رو عبدی باید انجام بده، بازیکنی که سابقه عضویت در تیم‌های پایه کشورمون رو هم داره. در این سمت ذوباهنی‌ها به وسیله علی حمام اجازه میدن تا توپ به بیرون میره. 21 دقیقه حساب کار 1-0 برای سپاهانی که خیلی عنوان میکردن با نتایج نه چندان خوبی که گرفته و غیبت 4-5 بازیکن تاثیرگذارش نتونه در این مسابقه اون بازی با تراوت رو انجام بده. اما انصافا بد کار نکرده تیم سپاهان در این بازی خانگی. یه بارم قبل از گل توپ رو به دیرک دروازه زدن. آفساید اعلام شده. شجاع خلیلزاده به توپ ضربه میزنه، توپ برگشت داده میشه. ضد حمله حالا برای ذوباهنی‌ها. کولیبالی اونجا حی و حاضر هست، یه تیکه توپو دور میکنه. عاصم حدادی فر، خطا به روی او اعلام میشه. ذوباهنی‌ها به وسیله مهدی پور، علی حمام، راه بسته هست. دوباره مهدی پور، خود قاسم حدادی فر، پشت محوطه جریمه اجری بنکسون، رجب زاده برای علی حمام، ارسالش رو انجام میده روی دروازه. قبل از تبریزی مدافعین سپاهان هستند. یه لحظه خطا هم اتفاق میفته و آقای حقوردی که خطا رو اعلام میکنه و درخشان مری که جلو کشیده بود برمیگرده. بازیکنی که یک بار از تیم‌های جوانان و امید اومد. این لحظه ای هست که قبل از تبریزی توپ دور شد. آمار مجتبی حسینی بعد از رفتن یحیی گل محمدی از 16 بازی که سرمربی بوده 8 برد، 5 باخت و 3 مساوی بوده. هفته‌های آغازین رو خیلی خوب نتیجه میگرفت مجتبی حسینی و همراه ذوباهن. نوید کیا، بهیرایی، عبدی. سپاهانی‌ها ترجیح میدن میدانداری بکنن و از اندوختشون محافظت کنن. توپ به بیرون میره. ذوباهن اگر این دیدار رو نتونه ببره از مثلث بالای جدول عقب خواهد افتاد. واسم سبزپوشان ذوباهن دقایقی هست نبض بازی رو در دست گرفتن. یه حرکت دیگه خوب کار میکنن بازیکنان ذوباهن و در قلب خط دفاعی توپ دور میشه. دوباره توپ فرستاده میشه. قبلش خطا اعلام شده برای شجاع خلیلزاده. این احسان پهلوان هست، به او اجازه بدن شوتاش خطرناک هست. اینم حرکت عجیب جری بنکسون و این هم لحظه ای که پای شجاع رو زدن. آخرین باری که ذوباهن موفق به پیروزی در لیگ برتر شده هفته 18 در مقابل فولاد بوده. آخرین باری هم که سپاهان
پیروزی به دست آورده هفته 17 در مقابل نفت تهران بود. یه حرکت دیگه آغاز شده، تند و سریع، فرصت برای بازیکنان سپاهان داره ساخته و پرداخته میشه. جلال علی محمدی یه پاس در عرض، توپ میره در اون سمت. عبدی برای رسول نویدکیو خوب جفت و جور شده با جباروف در میانه زمین. باز هم موقعیت برای بازیکنان سپاهان ساخته و پرداخته و پنالتی برای سپاهان. داره در این مسابقه شکار میکنه این رضا میرزایی، یه پاس گل و یه پنالتی میگیره. حالا جوانای عبدالله ویسی خیلی خوب و با انگیزه دارن کار میکنن. اعتراض ذوباهنی ها ببینیم در تصویر آهسته. این لحظه ای هست که آیا خودش رو یه لحظه نژاد مهدی گذاشت. ببینید حالا اینکه پنالتی بوده یا نبوده، تصمیم آقای حقوردی پنالتی بوده، اما حتما کارشناسان در این مورد بیشتر صحبت خواهند کرد. ببینید این لحظه تعادلش به هم خورد. حالا اگر از زاویه دیگه ای میشد دید، یعنی اینجا پاشو انداخت برای توپ، یه لحظه تعادل میرزایی به هم خورد. حسنزاده میخواد پنالتی رو بزنه، سابقه گل کردن خراب کردن داره، حالا میزنه توی دروازه. گل دوم رو حسنزاده به تیم سابق خودش میزنه. 2-0 برای سپاهان. دقیقه 26م دیگه کاری هم از دست رشید مظاهری. و حالا این سپاهان هست که داده در نقش جهان به پیروزی خوب رو به دست میاره و انتقام بازی رفت رو میگیره. ببینید اینجا حسنزاده میزنه و دروازه رشید مظاهری باز میشه. ببینید مسیر توپ رو هم خوب تشخیص داد مظاهری که معمولا برخلاف جهت خیلی کم میره، اما ضربش محکم و دقیق بود. 2-0 برای سپاهان. ببینیم روند بازی چگونه خواهد بود. بازی‌های من یادم میاد که حتی یه تیم 3 گل عقب بوده تونسته بازی رو مساوی بکنه. ببینیم این بازی هم از اون اتفاقات درش رخ میده یا نه. پرتکرارترین نتیجهشون در 10 مسابقه 0-0 بوده. این بازی خوشبختانه داره پرگل از آب در میاد. در فصل 91-92 بازیشون 4-3 شد به نفع تیم سپاهان. دو بر صفر برای سپاهان میزبان و باز هم مجتبی حسینی که به خوبی هیئت مدیره و مدیر عامل ذوباهن از او حمایت کردند و او هم خوب داشت کار میکرد، اما خب هر حال فوتبال بالا و پایین و اتفاقات زیاد داره. خطا به سود ذوباهن روی مهدی رجبزاده. هر دو تیم این لحظه ای هست که ببینید چگونه تعادل رضا میرزایی تعادل بازیکن حریف رو به هم زد. بعد از 6 هفته سپاهان داره تیم 4م جدول و نماینده کشورمون این ذوباهن رقیب دیرین خودش رو میبره، در شرایطی که تا پایین بازی خیلی فرصت هست. امینی هم ناراحت روی زمین میفته. ببینیم چه اتفاقی رخ داد. این ارسال مهدی رجبزاده هست. اینم امینی که در بین دو مدافع ذوباهن از دروازه خروج کرد و توپو گرفت. اصلا از این زاویه مرور میکنیم امینی چگونه با یک واکنش خوب توپو از آن خودش کرد. هنوز ذوباهن موقعیت جدی نتونسته روی دروازه خلق بکنه، اما مطمئن باشید نیمه دوم روند بازی جور دیگه خواهد بود. ذوباهن فشار خواهد آورد و ضد حمله های سپاهان در ادامه باز هم میتونه خطرناک باشه. شجاع خلیلزاده
اوپو یه تیکه دور میکنه. تا این لحظه خط دفاعی سپاهان بدون اشتباه بوده. حدادی فر، علی حمام، دو تیم خوب فوتبال اصفهان با ساختاری کاملا حساب شده و دقیق، مدیریتی بدون حاشیه و خوب که هر دو تیم هم نایب قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را دارن یدک میکشن بعد از اینکه تیم‌های ما اصلا نتونستن به فینال برسن. حقوردی، ذوباهن دیگه یه تیم با تجربه شده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. سپاهان هم که میشه گفت کاپیتان تیم‌های با تجربه ایران در رقابت‌های آسیایی به شمار میاد، با چندین حضور. تو برگشت داده میشه، قاسم حدادی فر توپو میگیره، ضد حمله. حالا برای ذوباهنی‌ها یه مقدار فاصله خط دفاع و خط میانی ذوباهن زیاد هست. کولیبالی توپو دور میکنه. 30 دقیقه حساب کار 2-0 برای سپاهان. این لحظه ای هست که ببینید حقوردی در آخرین لحظه توپ حسن‌زاده رو دور کرد. جناب بازی دوباره عوض میشه. ذوباهن اگر خاطرتون باشه فصل قبل در 7 دقیقه بازی 4-1 باخته رو در مقابل تراکتور 4-4 مساوی کرد. عبدالله ویسی هنوزم خیالش خیلی راحت نیست. حریفش تیم 4م جدول هست، قهرمان فصل پیش جام حذفی. فرستاده میشه روی دروازه. کولیبالی خوب ضربه سر رو میزنه. حدادی فر موقعیت هست، همچنان موقعیت و آفساید اعلام شده. مرتضی تبریزی برمیگرده. بازی خیلی خوب و جونداری رو شاهد نبودیم، اما مهمترین اتفاقش این بوده که 2 گل داشته و نوید بازی بهتر رو میده. هواداران ذوباهن، هواداران سپاهان با نام مقدسه یا ابوالفضل در ورزشگاه نقش جهان یه توپ کولیبالی برمیگردونه. باز هم ذوباهنی‌ها قبل از بازی هم تجلیل شد از هفته احسان و نیکوکاری از سوی بازیکنان دو تیم. حرکت قشنگی که آمیخته شد با ورزش. جا داره روز درختکاری و طبیعت هم تبریک بگیم. یه بار دیگه در راه رفتن حسن‌زاده، یه تکل به موقع و این بار موفق در علی حمام. دوباره خود علی حمام رو سر توپ میزنه. یه بازیکن سپاهان روی زمین هست. مطمئناً بازیکنان ذوباهن رو به بیرون خواهند زد. حسن‌زاده احساس ناراحتی میکنه. تکلی که در آخرین لحظه روی پایش زده شد. ببینید این لحظه است که نژاد مهدی این بار دیگه اجازه نداد حسن‌زاده به پیشرویش ادامه بده. انگیزه زیادی داره حسن‌زاده در مقابل تیم سابق خودش. یک گل هم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسونده. فرید بهزاد کریمی رو آقای عبدالله ویسی گذاشته تا نیمه دوم روی سرعت و حرکات تکنیکی او حساب بکنه. حرکت ذوباهنی‌های پاس و حالا توپ در اختیار امینی قرار میگیره. سپاهان در ورزشگاه نقش جهان تا قبل از این بازی از 6 بازی قبلی خودش 2 برد 3 مساوی 1 باخت رو به دست آورد. باخت بدی هم آوردن در مقابل ماشین سازی تبریز که البته شاید اتفاقات عجیب و غریب هم بی تاثیر نبود در اون باخت. پاسای تک ضرب و خوب حسن‌زاده در عمق میندازه برای جباروف. توپ رو نژاد مهدی میگیره.
مهدی پور، حدادی فر، توپ او از دست میره، دوباره ضد حمله. حالا برای سپاهانی‌ها میتونه شیء بگیره. اون سم رسول نوید کیا، موقعیت برای باز شدن دروازه. چه کار کرد رسول نوید کیا؟ سرشو بالا نگرفت و پاس داد، خودش زده بود. شاید یه خیال سپاهانی‌ها خیلی راحت تر میشد. ببینیم در تصویر آهسته چه فضایی داره اون سمت ایجاد میشه برای سپاهانی‌ها. پاس عالی علی محمدی، پاس در عرض نوید کیا کسی نبود. جباروف دیر حرکت کرده بود، شاید اگر خودش میزد موقعیت بهتری بود. جباروف توپ رو بلند میفرسته روی دروازه، دوباره میرسه به میرزایی. خوب بازی کرده در این مسابقه میرزایی. کولیبالی، یه ارسال عالی از کولیبالی، برگشت توپ. حالا موقعیت برای زوبانی میتونه ساخته و پرداخته بشه. پهلوان به دنبال بازیکن هست، میندازه برای جری بنکسون، اجازه کارو به اون نمیدن. یه ارسال دیگه روی دروازه، موقعیت ساخته و پرداخته، یه ضربه یه سر. این بار دیرک دروازه به کمک سپاهانی‌ها میاد. مرتضی تبریزی بعد از هفته ها نزدیک بود دوباره گلزنی بکنه، اون هم در مقابل سپاهان. ارسال عالی حدادی فر، ضربه سر تبریزی میرفت در گوشه دروازه قرار بگیره. جایگیری بنکسون هم خیلی خوب نبود، جدیترین موقعیت زوبانی از دست رفت. کماکان 2-0 برای سپاهان. یه پاس دیگه، موقعیت برای تبریزی و زوبانی ها، ساخت و پرداخت، یه پاس در عرض، توپ برگشت داده میشه، اونجا میرسه توپ در اختیار قاسم حدادی فر و کرنر. اشاره حملاتشون رو بیشتر کردن زوبانی ها. از این زاویه ببینید ضربه سر تبریزی بدون مزاحمت میرفت درون دروازه قرار بگیره و دیرک دروازه این اجازه رو نداد. یک بارم حسن زاده در دقایق ابتدایی توپ رو به دیرک دروازه زوباهن زده بود. ارسال روی دروازه، برگشت توپ، دوباره یه ضد حمله دیگه در راه، خطا. حالا دوباره آوانتاژ میده، سری بازی دنبال بشه. یه حرکت دیگه از این سمت، جباروف حرکت رو آغاز کرده، به عرض میزنه. خود جباروف میخواست در عمق پاس بده که قطع ارتباط میشه. این مقدار سنگین به نظر میرسه جباروف، علیرغم هوش و خلاقیتی که داره. توپ از دست رفت، دوباره جنگندگی اسپانیا باعث میشه توپ در اختیار جباروف قرار بگیره. بهیرایی، پاپی منطقه بازی رو عوض میکنه، جایی که جلال عبدی هست. عبدی حمله توپ میکنه، یه پاس رو به جلو، بی حاصل در خط دفاعی. زوباهنی ها زدن یک گل در این دقایق برای زوباهن میتونه امیدهای اونها رو 2 برابر بکنه. تو میره به اون سمت، حرکت آغاز شده، یه ارسال عالی از درخشان مهر، عالی ضربه سر رو زد اونجا شجاع خلیل زاده. او و کولیبالی همه ضربات سر رو زدن، تو از دست میره. دوباره جباروف، یه پاس رو به جلو، حسن زاده فاصله گرفته از مدافعین زوباهن و به همین دلیل توپ در اختیار مظاهری قرار میگیره. به شکل پاس بازی در این دقایق سرعت خوبی رو گرفته. عبدالله ویسی شاید اگر تیمش با همین 2 گل به رخکن بره، حاشیه امنیت مناسبی برای 45 دقیقه دوم خواهد داشت. ببینید این لحظه ای هست که تعادل پهلوان به هم خورد با یه تکلیک صحیح زده شد. مهدی پور یه پاس در اون میندازه، باز هم کولیبالی، حقوردی، دوباره حقوردی، قاسم حدادی فر در آخرین نقطه خط دفاعی زوبانی میبره در اون سمت. درخشان مهر، حدادی، راه بسته هست، با پاسای کوتاه و نزدیک میخوان روزنه ای رو ایجاد بکنن. رجب زاده میدانداری میکنه
تیم ذوباهن در این دقایق و سپاهانی‌ها در نیمه زمین خودشون ترجیح میدن استفاده از ضد حمله ها رو در دستور کار قرار بدن. رجبزاده، علی حمام، حقوردی، حدادی، دوباره حقوردی، علی حمام، رجبزاده. خیلی به هم پاس دادن در این دقیقه ذوباهنی ها. دوباره رو به پاس بلند میارن، توپ از دست میره، پاپی دخالت میکنه، توپو میگیره. دوباره حرکت از رسول نویدکیا آغاز میشه. حسنزاده، کم تعداد هستن بازیکنان سپاهان، خود حسنزاده در راه رفتن. جباروف میتونه شوت هم بزنه، حالا این کار رو میکنه و توپش بعد از برخورد به حقوردی رای کورنر میشه. شناخت کافی هم از تیم ذوباهن داره، همراه بنیادکار در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده در مقابل ذوباهن. در اون فصلی که بازیکنان خوبی مثل همین رجبزاده، سید محمد حسینی، فرشید طالبی، خلعتبری و بازیکن‌های دیگه‌ای بازی می‌کردن. ارسال علی محمدی روی دروازه و ضربه شروع دروازه. کولیبالی هم جلو کشیده. سری بازیکنان سبزپوش ذوباهن بازی رو آغاز میکنن. نژاد مهدی، دقایق انتهای نیمه اول، 2-0 برای سپاهان. بازی میره در اون سمت. پاسای کوتاه بازیکنان ذوباهن، یه برخورد تو از دست میره، دوباره یه ضد حمله دیگه میتونه انجام بشه. نژاد مهدی برمیگردونه. حسنزاده تنها هست در نوک پیکان خط حمله سپاهان. رجبزاده، یه پاس عالی برای تبریزی، آفساید مرتضی تبریزی اعلام میشه. دیگه چیزی ذوباهن برای از دست دادن نداره، 2 گل عقب هست. این ارسال علی محمدی هست و اینم لحظه‌ای که کورنر شد انصافا. ببینید توپ خورد به سر نژاد مهدی و به بیرون رفت. خیلی هم اعتراض نکردن بازیکنان سپاهان، شاید به خاطر اینکه با 2 گل جلو هستن که نخواستن خودشون رو درگیر مسائل حاشیه‌ای کنن. عبدالله ویسی کماکان داره صحبت میکنه اونجا. حدادی فر، حرکت دوباره به وسیله احسان پهلوان. فضا رو گرفتن از بازیکنانی مثل حدادی فر، پهلوان، رجبزاده و اجازه ندادن کار بازی سازی رو اونا به راحتی انجام بدن. جباروف، علی حمام، هرگاه قبل از شروع بازی خواسته وارد زمین بشه با دعا وارد زمین شده. این مدافع مسلمان ذوباهنی ها که به هر حال عقاید خودش رو داره، شیعه هست. علی حمام از کشور لبنان. حالا در این سم بازیکنان سپاهان حرکت رو آغاز کردن. جباروف، یه بار دیگه موقعیت، یه پاس در عرض. چیزی نمانده بود که پاس جلال علی محمدی سپاهان رو ثابت گل بکنه. ببینیم در تصویر راسته ارسال پای چپ جلال علی محمدی و در آخرین لحظه باز هم حقوردی یا نژاد مهدی بود که توپو دور کردن. رشید مزاری در درون دروازه. جباروف کوتاه این بار توپو ارسال میکنه و خطا. 44 دقیقه شجاع خلیلزاده بر میگرده. توپ را یک کورنر میشه. ببینیم در تصویر آسی این لحظه است که حسنزاده هول داد بازیکن ذوباهن رو و خطاش اعلام شد. آخرین فرصت‌های ذوباهنی ها برای حداقل کم کردن این اختلاف. این بار حدادی فر میخواد ضربه کورنر رو بفرسته، میفرسته روی دروازه. باز هم مدافعین سپاهان موفق تر هستن. ضد حمله دیگه
توپای دوم خوب رسول نویدکیا استفاده کرده برای سپاهان و همه اونها رو تبدیل به ضد حمله کرده. حالا در این سهم پاپی چه فضایی ایجاد شده. پاپی پاس در عرض، موقعیت داخل محوطه جریمه، یه بار دیگه توپ میره به اون سمت. خسته به نظر میرسه تیم ذوب‌آهن، کاملا کم رمق هستن در برگشت ها و توپی که حالا این بار به سود سپاهان به کرنر میره. کرنر هم خب اعلام نشده، ضربه مقابل دروازه. ببینیم در تصویر آسته این تکل درخشان مهر هست. خب اعتقاد داشت کمک داور به خودش خورده. رشید مزاری توپو میزنه. نویدکیا، جباروف، جلال علی محمدی. کلا سپاهان در این مسابقه با یه سبک دیگه ای بازی کرده نسبت به بازی قبلی خودش. جباروف، کماکان خود جباروف داره پیشروی میکنه در راه رفتن. همچنان خود او یه پاس برای حسن زاده، توپ از دست میده. نژاد مهدی توپو میگیره برای درخشان مهر. حدادی فر، چنای بازی عوض میشه برای تبریزی. به عرض میزنه تبریزی، کم تعداد هستن برای رجب زاده. دوباره حدادی فر، علی حمام یه پاس خوب میندازه. علی حمام، رجب زاده، قاسم حدادی فر، یه حرکت قشنگ انجام میده. حدادی فر داخل محوطه جریمه، موقعیت و خطای اعلام نمیشه. مرتضی تبریزی اعتقاد داشت که تعادلش درون منطقه جریمه به هم خورده. مثلا حرکت ذوب‌آهنی ها. ببینید این تبریزی هست. شجاع یه لحظه صد راوش رو تو فرستاده میشه روی دروازه. یه لحظه اشتباه کرد امینی. موقعیت برای بازیکنان ذوب‌آهن. رجب زاده همچنان موقعیت، خطای اعلام نمیشه. بازی دنبال میشه، بعد ببینن توپو به بیرون بزنن. توجه نمیکنه نوید که به حرکتش ادامه میده. فرصت برای حسن زاده و توپی که گل نمیشه. توپو به بیرون میزنن. البته ندیدن انصافا، فکر کنم که حدادی فر روی زمین هست و حسن زاده‌ای که نتونست گل سوم رو به ثمر برسونه. تبریزی به نویدکیا میگه چرا توپو بیرون نزدی. ببینید در تصویر آهسته اینجا در آخرین لحظه نژاد مهدی بود که اجازه رو نداد. این هم لحظه‌ای هست که ببینید خب انصافا خطایی هم نبود. سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. سپاهان موفق میشه با برتری 2-0 رخکن بده. این هم لحظه‌ای هست که میبینید تبریزی اعتقاد به خطا داشت، قاضی میدان چنین اعتقادی رو نداشت و امیدوار هستیم نیمه دوم بازی جذاب و بهتری رو شاهد باشیم و دو تیم ارائهگر فوتبال زیباتری باشن. فعلا از حضور شما مرخص میشیم و ان شاءالله با آغاز نیمه دوم در خدمتتون خواهیم.